20 نفر ریختم تو پارک دنبال تو دارم میچرخن پیدات نمیکنم. چی پوشیدی؟ من یه لباس پیرمردونه مشکی تنمه، یه شلواری توسی. چی پشت تلفن گوز میکنی؟ من نبودم. خدا من نبودم. با کی بود؟ الو مگه پارک قرار نداشتی ساعت 12؟ زرزر نکن گوز نکن ببینم. 2 ساعت از صبح تا الان اینجا دنبال تو دارم میگردم. کجایی الان؟ شر روور نگو. کجا 2 ساعت تو پارک من وایسادم همینجا دارم هیرون ویرون میچرخم. 20 نفر ریختم تو پارک دنبال تو دارم میچرخم پیدات نمیکنم. چی پوشیدی؟ 20 نفر شما تو پارک اومدین چه غلطی بکنین؟ قرار نبود تک به تک با هم باشیم. ببین واقعا قد داره ریختم تو پارک ببینم سفره کردم. بعد شما 20 نفر اومدی من تگ انقدر وجودته به قضیه. 20 نفر فقط آوردم که یه اون مفریم نکنی به درد نخور. آخه من سبی تو نیستم. خب الان چی پوشیدی؟ تو آدرس لباس من الان برای چی میخوای؟ مگه نمیگی بیا میخوای پارم کنی؟ دیدم بگم بچه‌ها سفره کنن. تو سفره کن اگه بودی الان اینجا بودی. الکی برای من 4 تایی نیا. بگو چی پوشیدی؟ بگو چی پوشیدی بیام اونجا بیام بالا تنی. من یه لباس پیرمردونه مشکی تنمه، یه شلواری توسی با کفش مردونه مشکی. 2 دقیقه دیگه اونجا قرار میکنم تیکو. بیا هر کاری میخوای بکن. یه لباس مردونه سفید تنمه با یه شلوار پاچه مشکی کتونی توسی پا به من. باش 2 دقیقه دیگه اونجا. بیا دیگه بیا وجود داری بیا. من یه تیشرت مشکی تنمه، شلوار لی مشکی پامه با کفش مشکی. 2 دقیقه دیگه بالا تن. ببین قشنگ بین چیز منتظرتم. فقط بیا. وای تو بدت فرار نکنی. فقط بیا. فرار نکنی. باشه من فرار کردنی هم مثل تو. باشه خدا. آدرس کی الان دادی تو؟ چیه؟ من تو آدرس منو برای چی دادی الان تو؟ درست صحبت کن. آدرس منو برای چی دادی؟ بیشتر تو گامی خود آدرس منو میدی. چی آدرس شما رو داد؟ تو لباس چی تن لباس منو گفت. شما چی میگی؟ آدرس لباس منو دادی. کی آدرس لباس تو رو داد؟ ببخشید من دعوا می‌خواستم اینجا بکنم بعد ترسیدم. ببخشید آدرس لباس شما رو دادم. یعنی میشه چیز کنیم بمونی کنار من؟ شما من خودم غریبم اینجا اومدم با گنده کرج دعوا کنم. شهرونده معلومه با اینترنت صحبت کنم معلومه دعوات میشه. خب وقتی غریبی برای چی اینجوری صحبت خب میشه شما یه حالی بدی؟ نه من نمیتونم. خواهش میکنم. نه اصلا من نمیتونم. ترسیدم من یه ذره بی وجودم مثلا چیز میرم وقتی مثلا گفتن 20 نفر چیزا شما بیخود کردی. چرا داداش که غریب باشه تو شهر شما نمیخواد دست نه برداریش نمیخواد. خب خود دعوا رو انداخت خودت هم جمعش کن. برو غلط کردم به من ربطی نداره. قرار تک به تک بیه. نه به من ربطی نداره. نمیشه شما یه حالی بدی؟ نمیشه. بگی با هم رفیقیم؟ نه نمیشه. چیکار کردم؟ شوخی چی؟ دارم میکنم با دیدم تو خودتی چقدر توش هم واقعا اعصاب مصابت صفر به خود. داشتم باز شوخی میکردم. بشین دورت بگم بشین. ببخشید بشین فدات بشم. چی پشت تلفن گوز میکنی؟ من نبودم. خدا من نبودم. با کی بود؟ آقا شما زنگ الان من تو نگفتی من اینجا وایسادم میخوای منو بزنی؟ خب زنگ بزن ببین اگه شماره من بود منو تیکه پاره کن. با کی بود؟ اون لباس منو نگاه کن. شما بود ما اصلا به ما میخوره. ببین ایشون بود بابا جان. تو دنبالش بید. تو بودی الان پشت تلفن گوز میکردی؟ نه. ها؟ نه. الان میگفتی بیا تو باگ من تو پاره میکنم تو بودی؟ نه. یا کی بود؟ یه پیران سفید بود اونجا. تو الان گفتی سفیده این؟ نه الان ببین شماره تماس اصلا افتاده چه در صحبت کردن آقا. ها؟ تو بودی داشتی میگفتی برسی تو باگ من میرم تو. اجازه آقا من الان نشستم اینجا اصلا کاری هم نشن. یه آقایی اومد اینجا داشت صحبت میکرد با پیران سفید رفت اونوری. گفتش که من میترسم. الان پشت گوشی داشتی حرف میزدی. الان داشت گوز میکردی. پشت گوشی میگفتی. برادر من الان من همین الان داشتم با ایشون صحبت کردم فرار کرد رفت اونور. گفت با یه نفرتون قرار دعوا گذاشته. الان وجود نداری تو داری میگی. اولا من وجودش دارم ولی خب من هیچ وقت اهل دعوا نیستم. مگه نگفتی مشکم شلوار توسی؟ نه من نبودم. یه نفر بود رفت اونوری. به منم ربطی نداره. با منم کار نشوش. یکی رفت اونوری گفتش که من غریبم بچه شهرستانم میترسم. بلند شد رفتش. به منم ربطی نداره. پشت گوشی شما داشت حرف می‌زدی. نه من شماره افتاده بیا ببین. اصلا شماره تو دارم داخل گوشیم یه دونه گوشی بیشتر دارم. بیا ببین یه گوشی بیشتر ندارم.
بزن بیا زنگ بزن. شما بگو کی تاله اینجا زنگ بزن این آقا بود خودشه همین بود اینا خودش بود همین بود زنگ زد تو بودی؟ آره خودش بود زنگ زد چی آقا جان؟ اینا زنگ زد تو بودی داشتی الان زنگ زدی آقا من چه لحظه وایسا ببینم وایسا چی شده آقا جان؟ تو داشتی الان ما رو تعریف می‌کردی گو بخورم مثلا شما رو تعریف کنم دعوا ما گذاشتی تحریم ما تازه من می‌خوام چه می‌خوره اصلا ببین الان خودشان بود فکر کنم به من ربطی نداره خودشان بود ما اصلا بابا خدا خونه فرار کردم اومدم اینجوری ببین چه ما دارم صحبت میکنم ما وایسادم داشتم با زیدم صحبت میکردم من داشتم با زیدم صحبت میکردم اصلا لهجه من اصلا یه شب اومدم تهران آقا جونم انداخته بیرون ما رو من چرا آدرس لباس شما رو بدم داشت داتی حرفی زدی؟ ما داتی صحبت میکنم لهجه‌اش چیزی نیست ها حرفی زدی؟ چی داری؟ نشابی حرف بزنه ما اصلا اصلا ندارم حرفی زد؟ ما جان خود ایشونه خدا من راست خودشون بودای جان تلفن چی داشتی خودت می‌کردی برای من بابا این داشت حرفی زد من نبودم که کی بود بابا این بود میگم من داشتم ما نبودم ما جان ما اصلا شما ما میمونی و مثلا شما کفشو نگاه کن ما میخوره اصلا چیزاشو ما پارک دانشجو اومدم داشت دست به من نزنید داشت شما قرار دعوا نداشت رو من چرا میاری وجود نداری دعوا نکن شما با داداش اصلا ما نبودم میشه ما شنیدم آدرس لباسشون داد آقا من دارم میگم من نبودم ایشون داشت به شما پشت آدرس لباس لهجه داره ما رفتیم آقا جان با این حل و فصل کنید ما رفتی نداره ما را چه نکن بابا جان چی بازیگر هست همه دلاشون پاک یکی خفتیات فکر نکن شوخی بود فرار کن ببخشید میتونم پخشش کنم آره جدی آره اون دیگه وایستاده وایم کرده و 200 کیلو یکم دفیقمون داره میده این مخفیه آقا چه کاری آخه دیگه داشت جدی میشد تو بخشید حالا کن همه با ما هم داشت هم نبوده اینقدر جدی بشه ولی شما هم از اون شلو پر اومدید بابا گفتم اول من از صبح درگیرم گفتم بابا چه خبره آسا چرا دور بینی؟ چرا دور بینی؟ پرام ریخته بود آجی من دمنایی دیدم کلن پرام میگه داشت میری آب بیارم من عشق منی آقا جونم من شهرونده بچه شما کجایی؟ من فردا شیرازی هم خدا اصلا ساکن تهران ما تک بودم الان میذاری پارم اینا رو دیدی الان اینجوری سعی رضایت دادی ها